سلام اتاستون با ویدیوی ما خوش آمدید. ما هستم فعلا پیش روی ترین استیشن یوتیوبری هستم و میخوایم از شهر یوتیوبری یک ویدیو برای شما بگیریم. این هست بزرگترین ترین استیشنی است که در بین وسترگوتلند وجود داره و ما میخوایم فعلا یک ویدیو از شهر یوتیوبری برای شما تهیه کنیم. ما را بیننده باشید. ما فعلا در مرکز شهر یوتیوبری هستیم و میخوایم سمت طرف برونز پارکینگ بریم و ما میتونستیم که قطار لاینی میگرفتیم، اما به خاطر از اینکه پیاده روی کسته خوب برای صحت، هم خاطر کسته ترجیح دادیم پارک در مرکز شهر یوتیوبری. پارک بسیار کوچکه، اما مردم کسته به خاطر از اینکه قطار لاینی خود بگیره یا اتوبوس های خود بگیره در اینجا کسته و منتظر میشینه. با وقت قطار لاینی کسته از این طرف مره و اتوبوس ها کسته از این طرف مره. فعلا مریم اینجا یک علامت قلب خیلی چیزی زیبایه. میخوایم بریم از او برای شما یک فیلم بگیریم، ببینین که چقدر زیبا و مقبول درست کده و از طرف شام کسته خیلی خوب شه. از طرف شام کسته برای شما یک ویدیو درست منیم. امیدوارم که خوشم باید. اگر زیت کسایی که پیش روی قرار داره، این از طرف شام کسته خیلی مقبوله، به خاطر که فعلا در ما کسته فصل زمستانه. آبای زیر کسته چیزا شیرایش رو بستک ده. وقتی تابستان میشه یک کسته فرفره آب میزنه بالا، خیلی یک جای دیدنی میشه و برای همین کسته اینجا کسته همه جای گل میشه، سرسبز میشه و مردم کسته تا ساعت 2-3 بشه اینجا همه شلوغه. این قلب کسته نماد شهر یوتیوبری. این فقط در زمستان ها کسی قلب درست میشه بعد از کریسمس و تا نزدیکای بهار هم هسته. پیشتر گفتم و از این طرف شما کسته قطارهای لاینی ماره و ما فعلا کسته بریم سنو طرف رودخانه، یک جای خیلی دیدنیه و از اون میخوایم برای شما یک ویدیو تهیه کنیم. اینجا کسته مردم مسلمان ها کسته روزای عاشورا کسته اینجا جمع میشه و کسایی که در دیگه ادیان هسته اونا کسته تظاهرات که کسته مسلمان ها در عاشورا اینجا جمع میشه و دیگه در اینجا کسته چیزهای مختلف برگزار میشه، از قبیل مثلا کنسرت ها، تظاهرات ها و این درخت کریسمس کسته برای شما پیشتر هم توضیح دادم. و اینجا کسته یک دانه مجسمه خیلی زیبایه که در سال 1849 کسته این مجسمه ساخته شده و خیلی یک مجسمه زیبا و نمادی شهر یوتیوبری هم هست. به اصطلاح این کسته مسلمان ها کسته عاشورا اگه داشت اینجا برگزار مونه و دیگه تظاهرات هم که داشته باشه اینجا برگزار میشه و بخش مهم از این کسته کنسرتی که صورت میگیره در اینجا کسته برگزار میشه با تابستانا، چون به خاطر گرم میشه و اینجا کسته جای بسیار بزرگه بخش کنسرت ها و معمولا کنسرت های خیلی بزرگی کسته اینجا برگزار میشه. حالا ما میخوایم که کسته برای شما رودخانه را نشان بدیم و همین رقم پایین مریم از برای شما یک ویدیو درست کنیم. این ویدیو رودخانه کسته فعلا زمستان یه چی داخلش نه، تابستان کسته قایق زیاد میشه و مردم کسته زیاد این برای بازی میه و شهر در تابستان کسته خیلی شهر زیبا درست و ما میرخم کسته پایین مریم که برای شما یک ویدیو خیلی جذاب درست کنیم. اینجا که میبینین رستوران تابستانی ها، یک از تابستان کسته فعاله، از روی زمستان کسته فعلا کسی نیه تعطیله، فقط آخرای بهار اولای تابستان تا که یخ نشته اینج کسته بازه.
قسمی که میبینید پشت سر ما هسته یک کوچه خیلی زیباه و چی چراغای مقبولی درش درست کرده. واقعا خیلی کوچه خوبیه. باز بریم ببینیم که چی رقم هسته. رستورانی که در ویدیو دیدیم همه از کم رای دور گرفته دی، این حالی از نزدیک برای شما یک ویدیو جورته. اینا کسته اتوبوس های شهریه. این پیشروی از ما کسته بندرگاه کشتیه. کشتی هایی که در خارج از کشور مارن، نروژ، فنلاند و دانمارک و دیگه انگلیس، فرانسه، کشورهایی که خیلی دوره از این میره. برای شما کسته از این یک ویدیو درست کنیم. ساختمانی که پیش روی میبینین اسمش است کارلا تاور و یک است بزرگترین ساختمان در شمال اروپا به حساب میاد. چون یا لکن تاریک شده زیاد نمای خوبی نداره. اینجا کسته اما بندرگاه کشتیه. پیش روی از ما یک کشتی کسته کشتی شهریه. این کشتی ها کسته در چی مره؟ در جزیره های سویدن مره. اگر شما دو از این قبیل ویدیو ها دوست داشتین میتونید در کامنت بنویسین و ما برای شما که در جزیره های سویدن هم یک فیلم درست کنیم. ما کسته فعلا روبروی پیاده رویم و چراغ کسته سرخ الان. ما باید منتظر بشینیم تا چراغ سبز شینه و ما رد شینیم. چون وقتی سرخ باشه دیگه قابلیت در ماشیناه تا سبز شینه باز حق قابلیت وقتا در ما دیده میشه. این الان سبز شد میتونیم راحت از این رد شینیم. این کشتی که روبروی از ما قرار داره این کشتی بین شهریه که در طرف های جزیره مره. ایش هم مرقم و ما فعلا در بندرگاه کشتیرانی یوتیوبری و کشتی که خارج از شهر مره سن طرف پایینه. ما کسته استنپیره نه بندرگاه کشتیرانی و از این میتونین بلیت تهیه کنین، از این میتونین معلومات بگیرین. و ما حال فعلا که پیش روی از این کشتی ای که است تابستانا رستورانه. این داخل از این رستوران غذا هم میده و امیر رقم که است یک از این جزیره در یک جزیره دیگه موره و مردم تابستان که است از این لذت میبره و داخل از این پارتی هم برگزار میشه. پارتی منظورم از جشن‌های کوچیک کوچیک. و ما فعلا که است الان روی پالوی دریای سردم است کمی و چه آب چقدر مقبول و زلال معلوم میشه و خیلی هم بزرگه دیگه. تابستان ها جای خیلی عالی. در سویدن که آب شور خیلی زیاده، آب شیرین که کمه و یک از جزیره هایی که آب شیرین داره شهر یویه که ما قبلا درش زندگی میکردیم. خیلی جای دیدنیه و یک روز که از اون من برای شما یک ویدیو درست کنم. یک است استنپیره نه نزدیک مرکز شهر یوتیوبری. از این تا شهر یوتیوبری که است 3 دقیقه راه است. توریسم کارلا تاوره و پشت سر از این که است چهارمرس در اسینگن قرار داره. او طرف دریا که است اسینگن، این طرف که است طرف مرکز یوتیوبری گفته میشه.
اگر بخواید در اسینگن برید کشتیاش از این طرف رد میشه و کشتی ها اینجا مایه استاد میشه و کشتیاش رایگان شما را انتقال میده در هیسینگن. پولی را که شما در تصویر میبینین او خیلی دوره شد درست معلوم نشده در تصویر. او پولی که هیسینگن نکد مرکز یوتیوبری وصل ده ماشین ها از اون و اتوبوس ها از اون طرف میره. اسم پول کسته الس بر برون نه یعنی منطقه کسته به نام یانتوریت یاد میشه و معمولا کسته پارتی که برگزار میشه و دیسکوها و هتلایی که مثلا روی شبا زیاد بازه در این طرف زیادتر شی طرفه و اگر خواسته باشین باز یک ویدیو کوچیک است از اونم برای شما درست منیم. کشتی که روبروی از ما قرار داره اون کشتی که خارج از کشور مره. اون کشتی که دور از باشه زوم کنیم این کشتی که میگیم یعنی کشتی که خارج از کشور مره. فعلا در تصویر میبینین کشتی بین شهریه. با این کشتی میتونیم دو طرف دریا بریم که هیسینگن نام داره. یا این کشتی که ما منتظر از که باید لنگر ده داخل از بشینیم بریم. کشتیش که منتظر بودیم آمد. حالا میخوایم بریم سوار کشتیش نیم. منتظریم تا لنگر بگیره. و این مردم که هستن منتظر ازیه تا کشتی لنگر بگیره و بریم داخل کشتی. ما رو بیننده باشید. ما فعلا که داخل کشتی قرار داریم و قسمی که در ویدیو میبینین کشتی ما حرکت کرده سم طرف هیسینگن. این پلای که در طبقه دوم کشتی مره و از اون میتونیم یک ویوی خیلی جذاب از دریای یوتیوبری داشته باشیم. این کشتی از ما سنطرف هیسینگن در حرکت و ما کسی در طبقه دوم کشتی هم دیم و معمولا تابستان ها که مردم اینجا استاد میشه چون خیلی نمای خیلی خوبی داره و پیش روی از ما که کابین کاپیتان کشتی قرار داره. ما رو بیننده باشید. چقدر مقبوله در
شب ما نزدیک لنگرگاه اسنگن رسیدیم. قسمی که میبینین کشتیام که است منتظر اونجا. یعنی قسمی در تصویر میبینین دانشگاه چالمرز که است معلوم میشه از این نه. پیش دانشگاه چالمرز که بزرگترین دانشگاه یوتیوبریه و برای شما که از اون یک ویدیو درست منیم و معلومات دربارش میدیم. ما فعلا که است در بندرگاه رسیدیم و منتظر از که کشتی از ما لنگر بگیره و از کشتی پیاده شدیم. هیرو دانشگاه چالمرز که است این میه دانشگاه روبروی ما. بریم در پیش دانشگاه چالمرز از اون منورشون ویدیو بگیریم و قسم میبینید سویدن که زیاد درخت و چوب داره و در بخش های که میبینی از چوب کار شده. خانه های چوبی داره و زیادترش خانه های چوبیه و حتی در لب دریا هم که قسمی که میبینید از چوب کار کرده. این چوب های قسم درست مونه که براحتی که خراب نشنه و این چوب میتونه 100 سال دوام بیاره و بالای 100 سال اما خراب نمیشه. با خاطر کنار با یک مواد خیلی خاص که وقتایی که بروش مونه ترکیب مونه. ما قبلا که درباره از یک مقدار خوانده بودیم. چه نماد مقبول در یا ساختمان اسمش نوشته نیه که ببینم اسم ساختمان چیه. دانشگاه چالمرز معتبرترین دانشگاه در سویدن است. انجینری در سویدن است. پیشرو که سمبول خیلی مقبوله. نمیدونم سمبول چیه. دانشگاه چالمرز. ما فعلا که الان رسیدیم در شهر سینگن و میبینین شهر خیلی ویوی دیدنی داره و ساختمان رو که پیشتر برایشون گفتیم میاد نگاه چقدر بلنده. چون الان کم سرد شده اینجا مردم نیه زیاد و پیشروی از مو منطقه رو که میبینین منطقه ماستفوگیت و یک جای خیلی دیدنی داره. در وقت از شب که سر تپهش برشینی کل شهر یوتیوبری که است از اون دیده میشه.
چقدر یک چیزی جالبی درست کردن. اینجا گل است، درخت وریه، چقدر مقبوله. روشن شده، چقدر مقبول شده چهار طرف. این طرف ها رو نگاه کنین چقدر مقبوله و همین قسم کسته پشت سر ما چراغاش هم کسته روشن شده. خیلی یک نماد خوبشی گرفته ده خود. ویدیوی امروز ما کس در اینجا به پایان میرسه. امیدواریم که ویدیوی خوش شما آمده باشه و از قبیل ویدیوها که دوست داشتین در کامنت بنویسین، ما برای شما بیشتر تهیه کنیم. خب اینجا خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شیم تا دیدار دوباره در ویدیوی دوباره.